سلام، روزتون بخیر. امروز میخوایم چند تا حرکت رو بهتون معرفی کنم که میتونیم به عنوان سرد کردن یا حتی یک روتین روزانه پشت سر هم انجام بدین. هر حرکت رو 40 ثانیه نگه میداریم. بریم سراغ اولین حرکت اول چرخش نیم دایره گردنه. حواسمون باشه که گردن رو دایره کامل هیچ موقع باهاش نمیزنیم. بریم شروع کنیم. سمت راست رو نگاه میکنیم، شونه به سینه نزدیک و سمت چپ 40 ثانیه انجامش میدیم. برای حرکت دوم دست راست رو میذارم کنار بدن سمت راستم و دست چپ رو میبرم کنار گوش و هر سمت رو 20 ثانیه نگه میدارم. حواسم باشه داخل شونه نیفتیم، شونه از گوش دور باشه و ببینیم. حرکت بعدی یک پیچ داریم. دست چپ رو می‌ذاریم روی ران راست و دست راست رو از پشت کمر میبریم. سعی می‌کنیم شاید چپمون رو بتونیم بگیریم و سمت راست رو نگاه می‌کنیم. اینجا هم هر سمت رو 20 ثانیه نگه می‌داریم. پشتمون صاف و کشیده، گل نمی‌افتیم پایین. چهار دست و پا، پنجه پا رو زمینه، کف دستا رو به زمین فشار میدیم و میریم توی سرک سرپایین. باسن رو میکشیم عقب و بالا و میمونیم. پنجه باشه کنیم. دایره رو انجام بدیم. پشتمون رو گرد میکنیم، میریم سمت راست، شکممون رو رها میکنیم، سر و دنبالچه رو میکشیم بالا، میریم سمت چپ و دوباره پشتمون رو گرد میکنیم. برای 40 ثانیه. حواسمون به دم و بازدم باشه. وقتی پا رو میبریم پشت گرد میکنیم دم و بازدم، سر بالا، دنبالچه بالا.
حرکت بعدی توی 4 دست و پا پای راست رو میکشیم عقب و نگه میداریم. هر پا رو 20 ثانیه تکرار میکنیم. جای پا رو عوض کنیم. مجددا میایم توی 4 دست و پا پای راست رو میذاریم بین دستمون، پای چپ رو میکشیم عقب که بالای زانو روی زمین باشه. 20 ثانیه اینجا نگه میداریم. 20 ثانیه پای راست رو در حد توانمون صاف میکنیم. حواستون باشه جای دستا تکون نمیخوره. بریم انجامش. چهار دست و پا و با پای چپ هم تکرارش کنم. دوباره اگه روی زانو روی زمینه بفرستمش عقب، بالای زانو روی زمین باشه. 20 ثانیه اول همینجا میمونیم. مجددا میریم توی 4 دست و پا و میریم توی حرکت چایلد پوز. حواسمون باشه که لگن توی این حرکت بالای زانو میمونه و دست راست رو از زیر دست چپ رد میکنم. هر سمت رو 20 ثانیه نگه میدارم. شکم میخوابم. دستمو از دو طرف باز میکنم. دست راستم میذارم کنار سینه، کفشو فشار میدم. میرم روی کتف چپم و پای راستم میذارم پشت زانوی پای چپم. هر سمت رو 20 ثانیه نگه میداریم.
حرکت بعدی پای راست رو میکشم داخل شکم، بینی رو به زانو نزدیک میکنم، 20 ثانیه اینجا نگه میدارم و 20 ثانیه پای راست رو میکشم سمت چپ و دست راستم رو سمت راست رها میکنم و نگاهم میره به سمت راستم. بریم انجامش بدیم. داخل شکم، بینی به زانو نزدیک. پای چپ رو میبرم سمت راست، دست چپم میذارم سمت چپ بدنم و نگاهم میره به سمت چپ. برای حرکت بعدی به شکم دراز میکشم، دستم رو میذارم کنار سینه، شستم سینه رو لمس میکنم، کف دستا رو فشار میدم، بالا تنم رو میکشم بالا، آرنجم خمه، میام توی کبرا و نوک پنجه پاهم میذارم زمین، باسنم رو میکشم بالا تا جایی که بره بالای زانو، میرم چارت پوز. این کار رو میخوایم 40 ثانیه انجام بدیم. بریم با هم تکرارش کنیم. کبرا، مکس کوتاه توی هر حرکت داشته باشید. بازدم فراموش نشه. امیدوارم که تمرین‌ها رو دوست داشته باشین. نماسته.